سلام و درود. فرایند پادتونود یکی از فرایندهای مهم توی کوبرنتیز، البته کلا توی همه ارکستریشن ها یا مثلا کلاستر ها. فرایند اینه که اون ریسورس رو ببری توی نود درستی قرار بدی. فرایند اسکیجولینگ فرایند خیلی مهمیه. مثلا اگه اوپن استک داشته باشی، قرار دادن وی ام تو نود درست خیلی مهمه. اگر سوام داشته باشی، سرویس توی نود درست خیلی مهمه. اگه کوبرنتیز داشته باشی، فرآیند پاد تو نود که فرآیند اسکیجولینگ اینجا اسمشه، همه جا البته همین اسمو داره. فرآیند کلا اصلا به این مفهوم میگن اسکیجولینگ. فرایند اسکیجول کردن خیلی فرآیند مهمیه. حالا ما میخوایم بیایم این فراینده رو یه مقداری دستکاری کنیم، نقش خودمون رو تو این فراینده بازی بکنیم. به کوبرنتیز یه سری هینتا بدیم که بر اساس اون هینتا فیلتر کنه، اسکور کنه. و چون گفته بودیم دیگه، ما یه فرآیند فیلترینگ داریم که بر اساس یه سری متر و معیار یه سری نوت فیلتر میشن. بعد یه فرآیند اسکورینگ داریم، از چیزایی که فیلتر شده بهشون اسکور داده میشه. این فرآیند ما می‌خوایم یه خورده خودمون هینت بهش اضافه کنیم، یه خورده فیلتر بهش اضافه کنیم، یه خورده فرمولش رو پیچیده‌تر کنیم. دو تا نکته: اولیش نود سلکتور، دومیش نود نیم. یه موقعی هست ما اسپسیفیک میخوایم بگیم این پاد بره توی این نود بشینه، اصلا کاری هم به چی نداریم. اونجا میگیم که از فرآیند نود نیم استفاده میکنیم، میگیم این پاد روی نود 14 بره. اگه نود 14 دان باشه، پاد اسکیجول نمیشه. اینجا دیگه اصلا داری مینویسی براش، خودت داری میگی آقا اینو ببر تو 14 بذار، اینو ببر تو 12 بذار، اینو ببر اونجایی بذار که اسمش اصغره. پس تو داری اینو دیگه مشخص میکنی. این دقیقا بهش میگیم نود نیم. یه مدل دیگه هم داریم، نود سلکتور. این یه خورده افیشنت تره. این شکلیه که میگیم برو جایی که مثلا دیسکاشون SSD هن، بعد میریم رو 5 از نودامون لیبل میزنیم دیسک SSD. این باعث میشه که این بره روی اون تایپ نودا بشینه، ولی نگفتی دقیقا نود 14. اگه 14 نبود میره رو 12. میبینی نود سلکتور دقیقا مثل لیبل سلکتور میاد یه گروهی رو باهاش مچ میشه، اگر اون مچ بشن باهاش میره اونجا میشینه. ولی نود نیم اسپسیفیک به یک نود مشخصی داره اشاره میکنه. تو اپیزودهای بعدی فرایند پادتونود رو بیشتر باز میکنیم و یه خورده داریم به این فرمول خودمون فیلتر اضافه